چنل ما خوش آمدید. در این ویدیو به زندگی یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ، کوروش بزرگ، خواهیم پرداخت. از دوران کودکی تا تأسیس امپراتوری هخامنشی با ما همراه باشید. کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، در سال 596 قبل از میلاد در خانواده‌ای از نژاد پادشاهی متولد شد. او در شهر انشان که در حال حاضر بخشی از استان خوزستان ایران است، بزرگ شد. از سنین پایین ویژگی‌های رهبری با جنگجویی او به وضوح دیده می‌شد. به گفته تاریخ‌نگاران، او در کودکی تحت تاثیر آموزه‌های پدرش و فرهنگ غنی ایرانی رشد کرد و آموخت که چگونه یک فرمانده و رهبری شایسته باشد. کوروش در سال 559 قبل از میلاد به عنوان پادشاه مادها شناخته شد. او با هوش و شجاعت خود قبایل مختلف ایرانی را به هم پیوست و به سرعت در صحنه سیاسی و نظامی ایران درخشان شد. با شکست دادن مادها و فتح بابل، او امپراتوری هخامنشی را تأسیس کرد و به عنوان اولین پادشاه این امپراتوری شناخته شد. این امپراتوری به سرعت گسترش یافت و در اوج خود از رودخانه زرد در شرق تا مدیترانه در غرب امتداد داشت. کوروش نه تنها به خاطر فتوحاتش، بلکه به خاطر قوانینی که برای رعایت حقوق بشر وضع کرد مشهور است. او به محض فتح بابل منشور حقوق بشر خود را صادر کرد که در آن به آزادی دینی و حقوق اقلیت‌ها تاکید شده بود. او به عنوان پدر حقوق بشر شناخته می شود و میراث او در تاریخ بشریت باقی مانده است. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی او همچنان در جوامع امروزی مشاهده می شود. در این ویدئو به زندگی و دستاوردهای کوروش بزرگ پرداختیم. او نه تنها یک پادشاه قدرتمند، بلکه انسانی با آرمانهای بزرگ بود. اگر شما هم می‌خواهید بیشتر درباره کوروش بزرگ با پروژه انیمیشن ما اطلاعات کسب کنید، لطفاً چنل ما را دنبال کنید و نظراتتان را در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.